چو بکشش برای از این خانه کلگی گفا صاف برای تو میگردم برای گپ نزن برای بانک چی میگه گپ نزن نظامی هم هستن خب از طریق تو زور من گپ از نزن نظامیت میترسانی یه چی رو بردی؟ تو من از نظامیت میترسانی برای بانش که برای برو ما که تو کار نداریم تو از اینجا برای خب که برای ما بانک کار چی میگه نداریم گپ ببرو بیل او طرف کن بانک گپ میزنه شما انسانیت شماست این شرافت شماست که یک کس خانه ایتون میایه شما بیل میاری برای از خانه ما خستی برای ما یک آدمی نیستیم که بین بشین قاری سب گپ میزنیم شما هم برای ما برو بین کلگی بریم زور میکنه گم شو برای باز خود رازه من الا هستم مسئول پنسایی طب معالجه پنتون تیبی کابل. پدرم یکی از جنرالای ریاست عمومی امنیت ملی کابل بوده. قاری سعید خستی سخنگوی وزارت داخله با زور و جبر دمای دل و وقت سخنگوی بر آل بودن در داخل ریاست استخبارات امرای من نکاح کرد. من بسیار لدکوب شدم. طوری که به یادم میآید به اون چه بالای من تجاوز شد. من نمیفهمیدم چی کنم. اونو از من فلم گرفتن. سعید خستی از من فلم گرفت. بعد من تهدید کرد گفت فلم نشر میکنم. مرا به کارهای بسیار زشت وادار میکرد. هر شب و بالای من تجاوز میکرد. هر شب من لدکوب میکردم. رفتم در کمیساری تورخم مرا دستگیر کردن اونجا که پاسپورت تاپه میکنن. وقتی اونجا رفتم مرا گفتن منتظر باش. پس آن متوجه شدم که یکیش طرف دیگه اشاره کرد اونجا مرا گرفتن. یک ورق بود نام 4 زن یک مرد و نام من اون نوشته بود. تاریخ 18 بود. این مرا پس در کمیساری تورخم یک آدم بود از خوست بود. او مرا دستگیر کرد. بود که چنار تکور برای من زنگ زد. به اون نفر زنگ زد که بدی کدی دختر گپ بزنم. برای من گفت که تو کجا رفتی؟ چرا رفتی از اینجا؟ گفت که بگی پایای سعید خستی را ماچ کو. در زندان من پایان شدم. پایای از او آدم ماچ کردم. گفت ازش مصرف بخوای. گفتم که من هیچ گناه ندارم. او مرا لدکوب کرد. بعد از نشری ویدیو شاید مرا دیگه هیچ کسی نبینه. شاید من بمرم. اما 1000 بار مردن کنه یک بار مردن خوب است. فقط میخوای من نجات بده از اینجا.